مسیر خیانت چیه؟ چه چیزایی باعث میشن یک رابطه سرد بشه و نتیجه این سرما حاصلش بشه خیانت و از هم پاشیدن یک رابطه و صدمه به هر دو نفر؟ سلام، من پریسا دیندار هستم، روانشناس، و امروز در مورد اتفاقهایی که منجر به خیانت میشن صحبت میکنم. البته نه تمام اتفاقها، اما چیزای مهم. فاصله. گاهی فاصله میتونه باعث خیانت بشه، اما اینجا من منظورم فاصله بین معاشقه هست. طولانی شدن فواصل نزدیکی یک زوج ارتباط مهمی داره با سرد شدن و احساس نادیده گرفته شدن و جذاب نبودن برای طرف مقابلتون. پس تعداد روابط زناشوییتون رو بیشتر کنید و فواصلش رو کمتر، چرا که توی کیفیت زندگی و سلامت جسمی و روانی و عشقتون تاثیر کاملا مستقیم داره. مسافرت. منظورم یک مسافرت عاشقانه دو نفره نیست. منظورم مسافرت‌های شخصی یک نفره و طولانی مدت هستش که اجازه ندین همسرتون احساس کنه که شما با خانواده‌تون و بودن طولانی مدت با اونها رو به بودن در کنار همسرتون ترجیح میدین. البته که مسافرت رفتن و دیدن دوستان و خانواده بد نیست، اما سعی کنید به همسرتون یادآوری کنید چه کلامی و حتما در عمل که اون جذابترین شخص زندگی شماست. اینو به خاطر داشته باشید که همین اتفاقات به ظاهر ساده تأثیرات بسیار عمیقی روی تفسیر طرف مقابلتون از شما و کیفیت رابطتون داره و انجام دادنشون میتونه باعث نزدیکی و عشق بیشتر بین شما دو نفر بشه و سعی کنید همیشه به همدیگه یادآوری کنید که چقدر بودن در کنار من اهمیت داره و برای هم جذاب هستید. اگر این پست رو دوست داشتید لایک و سیو کنید و به اشتراک بذارید. ممنونم که با من همراه بودید.